تا پلیس به همراه تریسی به در خونه جفری دامر میرن و در میزنن. جفری میاد دم در و اولش میخواسته خیلی کول جلوش بده و میخواسته پلیس رو نگران نکنه، ولی وقتی که پلیس به بهونه باز کردن دستبند تریسی و پیدا کردن کلید اون دستبند میرن داخل، با صحنه‌ای روبرو میشن که هیچ وقت انتظارشو نداشتن. همه چیزایی که قبلا به نظر تریسی عجیب میومده برای پلیس هم عجیب اومده بوده. کم نوری خونه، بوی تعفن شدیدی که توی خونه پیچیده بوده و اون کانتینر آبی کنار مبل. ولی یکی از پلیسا یه دسته پولاروید پیدا میکنه و توی اون پولارویدها عکس‌هایی از جسد تقریباً همه قربانی‌های جفری دامر بوده. و بعدش پلیس برخلاف اعتراض‌های جفری دامر میرن یخچالشو میگردن و اون تو هم باز قطعات بدن انسان پیدا میکنن و اونجا بود که جفری دستگیر میشه. حالا چرا فرار تریسی خیلی مهمه؟ به خاطر اینکه تریسی با فرار کردنش نه تنها جون خودش رو نجات داد، بلکه جون تمام قربانی‌های آینده جفری دامر هم از مرگ نجات داد. خدا میدونه اگر با فرار تریسی جفری دامر دستگیر نشده بود، تا الان چند تا قربانی داشت و تا الان حتی اصلا دستگیر شده بود یا نه. چون اکثر قربانی‌های جفری دامر از اقلیت‌های جامعه بودن و فرار یا حتی مفقودیشون خیلی از نظر پلیس جدی گرفته نمی‌شد. و پلیس حتی با وجود این همه قتل هیچ سرنخ قوی راجع به جفری دامر نداشتن و اون سرنخ‌های کوچیکی که داشتن هم پیگیری نمی‌کردن. و سرانجام جفری دامر به 15 تا حبس ابد متوالی توی ایالت ویسکانسن محکوم شد.